سلام، وقتتون بخیر. اینجا کسی هست با بچه من بازی کنه؟ آخه من باید برم، خیلی نگرانشم. بله عزیزم، مجموعه بارکیت یه جای لوکس و VIP برای بچه شما، به خاطر اینکه ما اینجا هم کادر دندون پزشک داریم، روانشناس کودک داریم و جدا از اینکه بچه‌ها بازی میکنن میتونن داخل کارگاه شکلات فعالیت داشته باشن و ما اینجا همه جوره حواسمون هست به بچه شما. درسته، خیلی ممنون. خانم فقط شما حالتون خوبه؟ بله عزیزم، مشکلی نیست. شما هم میتونید از فضای کافمون استفاده کنید. اتفاقا بشقاب کودک هم داریم، هم برای مادر هم برای بچه غذای سالم. خیلی ممنون. بیا عزیزم. خانم ماوری تشریف میاد اتاق مدیریت؟ بله الان میام. بگی خاله روزم تکمیل شد. بله آقای مدیر. بفرمایید بشینید. خانم ماوری شما حالتون خوبه؟ اصلا مثل همیشه نیستین. واقعیت دل کندن از فضای بارکیت واسه من خیلی سخته. من تو این فضا بزرگ شدم با این بچه‌ها، ولی یه مدته که بدهکارم به کسی، سفته دستش دارم، خیلی داره اذیتم میکنه. حقوق اینجا هم دیگه جوابگوی زندگی من نیست. من مجبورم که از اینجا برم. چی بگم خانم ماوری؟ آخه این حس و حال شما رو بچه‌ها تاثیر منفی میذاره. حس و حال بچه‌ها برامون خیلی مهمه. دقیقاً من به خاطر همین شرایط، به خاطر همین بچه‌ها این تصمیمو گرفتم. من باید یه کار نیمه وقت داشته باشم که بتونم چند جا کار کنم که با حقوق زندگیمو بچرخونم. برای همین هیچ راهی واسم نمونده. باید از اینجا بعدشو جدا شم این مجموعه. اگه شما تصمیمتو گرفتی ما مالی صحبت می‌کنیم که تصفیه رو انجام بدیم. الو شاهین، میای مجموعه؟ نه دیگه صحبت کردم، گفتم نمیتونم با این حقوق زندگیمو بچرخونم. بیا از اینجا با هم بریم. منتظرت. سلام، چی شده؟ مردم من نگرانی. باهاش حرف زدم. شاید هر چقدرم اینجا بمونم پولم بدهی اون نمیرسه. بهش گفتم باید برم چند جا دیگه کار کنم. تو نتونستی کاری کنی؟ بابا همه چی رو فروختیم. پس اندازا رو هم گذاشتیم روش، ولی خیلی سود کشیده. نمیرسه پولم. من چجوری باید از این فضا دل بکنم؟ از این بچه‌ها. رنگ و رود مثل گچ شده. حالا بیاریم یه چی بخور. بیا این غذا رو بخور، سالمه. من یه دقیقه برم بالا ببینم مدیریت چیکار داره بیرون. جانم. ببینید من نمیخوام نیروی خوبی مثل خانم ماوری رو از دست بدم. برای همین میخوام بدهی رو کامل پرداخت کنم. به خودشون نگفتم که سوء تفاهم نشه. تموم شد. من یه دقیقه برم با بچه‌ها خدافظی کنم. لازم نیست خداحافظی کنی. صاحب کارت برای اینکه اینجا بمونی تمام بدهیامونو داد. یعنی واقعا هنوز همچه آدمای پیدا میشن؟